نیستم. یک نفر اومد از فرهاد. سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام. امیدوارم که خوب صحت سلامت باشه همه کسا. تشکر. با فکرم شناختی مینه؟ الان نه بفرما برادر. فرهاد جام خوب بود برای خودی با بین در اومدم. همین قشنگ شگرای که با همون صدایی صحبت میکنی. سلامت باشه سلامت باشه. بفرمایید اگر یگان وابسته به چی یگان سوال داشته باشه من امیدوارم که پاسخ بدین سوالات. درباره همین انتخابات حاجی همین حزبی که شما بود همون چی شد؟ حزب سوسیال دموکرات در تمام انتخابات تاجیکستان علل خصوص در انتخابات های پارلمانی فعالانه اشتراک میکرد تا انتخابات سال 2020 ولی متاسفانه امسال اشتراک نکردند به خاطر آنکه راهبر حزب ما از بین برده شد و تمام چیها جانشین های حزب سوسیال دموکرات جان حکیم و محمود اودینه در زندان هستند، زندانی شدند به اساس به یگان غیر قانونی و سبب به خاطر به یگان سبب به اساس انگیزه سیاسی دارن با انگیزه سیاسی زندانی شدند و میدونستند که سال 2020 حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان 20% 34 یا 35% رای مردم به دست آورد و در پارلمان راهش ندادند. به همین خاطر این سال که رهبریت حزب عوض شدند نتوانستیم که خب یعنی که اشتراک نکردند دیگر بچه‌هایی که در آنجا بودند به خاطر آنکه از دوره‌های پیشین وای گرفتند، یعنی که میدونستند که اگر هرچند اشتراک هم کنیم بهوده است و وقتی اختیار صرف نکردند، یعنی که هرچند تحریم اعلان نکردند بایکوت اعلان نکردند انتخابات به خاطر وای شد معلوم است که همین اشتراک نکردن خودش چی است نشانه بایکوت است. در انتخابات اشتراک نکردن همین حزب نشانه هم بایکوت است و انتخابات در تاجیکستان خیلی ناشفاف و ناعادلانه میگذرد و همه مردم که رای میدهند در حزب حاکم و حزب‌های کشگی آنها رای نمیدهند ولی با تقلب و فریب گویا که حزب حاکم غالب آمد و غالب میآید. چندین در همین از سالهای 2000 سرکرد 2005 2010 2015 2020 من مطمئن هستم که حزب حاکم حزب خلقی دموکراتی حداقل 5% رای مردم به دست آوردگی نیست، حتی وارد پارلمان شدن در مثال وای ندارد، قدرت ندارد. ولی متاسفانه با تقلب و فریبی که امروز تمامی همان کمیسیای مرکزی انتخاباتی که در دستشون هست و به همین خاطر همین قدرت دارن که تقلب میکنن و شما این ببینید که امسال یگان حزب های مخالف علاقه دیگر نیستند و علاقه 5 حزب که همش شاخه ها قنات های حزب حاکم هستند آنها اشتراک میکنند که این رو انتخابات گفتن این شرم‌آور است. این انتخابات نه بلکه یک تعیینات است، تعییناتی که از قبل همه نفران مشخصا معینند و که 63 کرسی در پارلمان است. علاقه معلوم است که و از چند سال پیش تحریزی شده است و پیشنهاد شده است که باید از کدام حزب‌های کشوری و مسئله حاکمیت باید بیان و این معلوم است. علاقه از پیش به همون خاطر من فکر میکنم که این انتخابات نه یک تعیینات است، تعیینات از پیش تحریزی شده و آماده شده علاقه معلوم است
و من یک پیشنهاد دیگه بر حکومت دارم که باید حکومت تاجیکستان علاقه بزیبه. نه خوب است بفرمو. من یک پیشنهاد دیگه برای حکومت تاجیکستان دارم که جای اونه که از بودجه دولت از نالوگی که مردم که چی میکنن همین نکنید. البته معلوم است که شما یک چشم مردم خوک میشپید و فریب میکنید و بودجه مثال 150-100 میلیون سومونی که مثال در همین انتخابات مصرف میشود و وقتی مردم میگیره و تشویق تبلیغات برداشت میکنید، جای همین الکی همون بگه تعیین کنید همین شکلی که دیگر نفرها تعیین میکنن به وظیفه امامعلی رحمان، همون گونه تعیین کنند و همین مبلغی که مثل مصرف میکنن در همین انتخابات ها و فریب است، ویروس فریب تقلب است، یعنی که در خانه پیرمسالان، در مکتب اینترنت ها و دیگر کارها استفاده برند، این افضلتر است. و اگر گمان داشته باشند که همین انتخابات هایی که میگذرانند در تاجیکستان و کسی آنها رو احتراف میکند، این گونه نیست است و این الکی ما میدونیم که اتحاد اروپا، دفتر امنیت همکاری اروپا در این سال در ساحه اشتراک نمیکند، اینکه ساحه در انتخابات تاجیکستان همچون ناظری بودن نمیتواند، اشتراک نمیکند و این نشانه آن است که در 20 سال که 30 سالی که تاجیکستان انتخابات میگذراند، یگان مراتبه انتخابات های تاجیکستان را همچون انتخابات شفاف و دموکراتی قبول نکرده است، و خاطر آن که میدوند که 100% از تقلب کار میگیرند اشتراک نکرده. و بازم تکرار هم شاید میگویم که جای همین انتخابات باید مردم، یعنی که حکومت باید همه تعییناتی که دارن تعیینات میگذارن، بودجه مردم هم مثلا خراب نمیکرد، اینکه مبلغ مردم در این تعییناتی که انتخاباتی بعد و تعییناتی که میکند مصرف نمیکرد. بله، تشکر زیاد برادر فرهاد که در برنامه ما اشتراک کردید. شما چی گفتن این نسبتی همین زمینی که امروز داد در قرقیزستان همین امامعلی رحمانوف، نگاه کنه که نفرهایی که واقعا خیانتکارن در سر قدرتن، یک نفری که میخواه ژورنالیست میخواه که تحقیقات ببره که دست خیتای چند قرض در تاجیکستان، اون انسان هم میبرن کودکی شیرخوار داره میبرن زندانش میکنن. اون نمیتونستن که این مادر رحمانوف لافی مادری میزنه که حضرت محمد هم از مادر تولد شده است، نور هم از مادر تولد شده، این مادر باید احترام داشته باشه. اگر مادر رحمانوف احترام میداشت، شکرانه حکیم وارا زندان نمیکرد. این نه به مادر رحم داره، نه به پدر رحم داره، نه به فرزند رحم داره، این به یگان کس رحم نداره، تنها کرسی خود چه میدونه و خلاص. شما چی گفتن نسبت همین زمینم در خیتای دادن بردی دیپلماتی سیاسی شه یا که خیلیه؟ بعد که هر نفری نباشد، خو من باشم، خو امامعلی رحمان باشد، خو هر نفری نباشد، هر شهروند تاجیکستان که اگر یک وجه خاک زمینه با دیگر آدم یا با دیگر دولت اگر به هر طریقی نباشد اگر بدهد، او خائن ملت است. خو من باشم، خو کسی نباشد، به خاطر آنکه حدود تاجیکستان تقسیم نشونده و دخل ناپذیر است. باید حدود تاجیکستان مثل گهواره که چشم هر یک وجه تاجیکستان باید حفظ کرده شود و